احساس میکنی در جا میزنی؟ انگار هر چقدر هم که سخت کار میکنی هیچ وقت به آزادی مالی واقعی نمیرسی. دلیلش ممکن است این سعادت مرگبار باشد. در این ویدیو 3 کار مخربی را که ناخواسته شما را از ثروتمند شدن باز می‌دارد فاش می‌کنیم و راه‌های عملی برای جایگزین کردن آن ارائه می‌دهیم. پس همراه من باش. همه ما دوست داریم ثروتمند باشیم، درسته؟ ولی یه چیزی هست که بین ما و اون زندگی رویایی فاصله انداخته. شما حتی خودتون هم نمی‌دونید دارین هر روز این کارو تکرار می‌کنید. امروز می‌خوام درباره 3 کار مخرب صحبت کنم که اگه همین امروز متوقفشون نکنی هرگز به ثروت واقعی نمیرسی. به کانال من خوش اومدید. اسم من مهدیه. اینجا در مورد رشد فردی و ثروت آفرینی صحبت می‌کنم. همه ما عادتهایی داریم که مثل ترمز دستی عمل می‌کنن و ما را از حرکت به سمت موفقیت باز می‌دارن. بدونیم که این عادت‌ها چی هستن تا بتونیم از شرشون خلاص بشیم. اولین و مرگبارترین کاری که جلوی ثروتمند شدنتون می‌گیره مقایسه دائمی خود با دیگران. ما در شبکه‌های اجتماعی غرق شدیم و دائما در حال مقایسه پشت صحنه زندگی خودمان با هایلایت‌های زندگی دیگران هستیم. این کار فقط 2 چیز را برای شما برمی‌دارد. یک، احساس کمبود. دو، عدم. وقتی احساس کمبود می‌کنی انگیزت برای عمل کردن هم نمی‌مونه و وقتی خودت رو با کسی که 10 سال ازت جلوتره مقایسه می‌کنی به خودت میگی من که دیگه هیچ وقت بهش نمی‌رسم و دست از تلاش برمی‌داری. اینجاست که پیشرفتت متوقف میشه. راه حلش چیه؟ رقابت خودت با دیروز. فقط خودت رو با خود مقایسه. امروزت از دیروز بهتر شده، هفته پیش چطور؟ این تنها مقایسه سالم و سازنده. دومین قاتل ثروت، ذهنیت ثابت. این باور که استعدادها و هوش شما از قبل تعیین شده و شما نمیتوانید چیزی یاد بگیرید یا تغییر کنید. مثلا میگی من آدم پذیر نیستم یا من بلد نیستم سرمایه گذاری کنم و همین بهانه ها همینا هستن که باعث پیشرفت نمیشه. ثروتمندان یک ذهنیت رشد دارند. آنها معتقدند که میتوانند هر مهارتی را که برای موفق شدن لازم است یاد بگیرند. شکست برای آنها درس است، نه یک تعریف از هویتشان. دفعه بعد که خواستی بگی من نمیتونم، بهش یه هنوز اضافه کن. من هنوز بلد نیستم سرمایه گذاری کنم، ولی میتونم یاد بگیرم. این کلمه کوچیک دنیای شما رو متحول میکنه. و این مورد یک تله بزرگ است که بیشتر مردم در آن گیر میافتند. فروختن وقت در ازای پول. شما 8 ساعت از روزتان را میفروشید تا یک حقوق ثابت بگیرید. مشکل اینجاست که روز فقط 24 ساعت دارد. شما هر چقدر هم که سخت کار کنید، یک سقف درآمدی دارید که توسط ساعت‌های روز محدود شده. ثروتمندان به جای زمان سیستم و دارایی می‌فروشند. آنها کسب و کارهایی می‌سازند که بدون حضور مستقیم آنها کار کنند یا دارایی‌هایی مثل سهام و ملک ایجاد می‌کنند که برای آنها پول تولید می‌کنند. پول آنها در حالی که خواب هستند هم کار می‌کنند. راه حل چیه؟ به این فکر کنید که چطور می‌توانید درآمد غیر فعال ایجاد کنید. از این شغل کوچیک شروع کنید. پس انداز کنید. سرمایه‌گذاری را یاد بگیرید و فکر ساختن یک سیستم باشید، نه کار کردن در یک سیستم. پس این 3 دشمن بزرگ ثروت بودند: مقایسه خودت با دیگران، ذهنیت ثابت، فروختن وقتت برای. خبر خوب اینه که ترک کردن این عادت‌ها کاملا در کنترل شماست. از امروز تصمیم بگیرید که خود واقعیتان را آزاد کنید و مسیر ثروتمند شدن را شروع کنید.